به قصه فرمود برو خونه ننم البنین، کفانی روزه البنینه، تو خونه البنین روزه میگیری. قصه اومد اما یه صحنه ای دید نتونست بگه برگشت. خانم فرمود گفتی؟ فرمود نه نگفتم خانم. چرا؟ خانم یه صحنه ای دیدم نتونستم تحمل کنم. فرمود چه صحنه ای دیدی؟ دیدم عبدالله ابن عباس بیبی البنین یه علم داده دستش، یه مشک انداخته رو دوشش، هی میگه جلوم را برو تا قامت تو رو ببینم. البنین نگویی ای قوم بعد از اینم، زیرا پسر ندارم من بی بنینم، من بی بنینم.